داستانی کل تاجیکستان روز 26 ینور سال 2023 با نشر یک واکنش بار اول پرونده های 6 تن از لیدرهای ولایت مختار کوهستان بدخشان الفت خانم محمد شایف و برادر او خرسند محمد شایف، مظفر مبارک شایان، فراموز ارگاشف، منوچهر خالق نظروف و خوشروز جمعیف را شر داده و گفت مخالفین سیاسی در اروپا قرار داشته در نشریه‌هایشان آنها را موسیقی بیگناه میپندارند. مرکز مطبوعات داستان کل در واکنشش این 6 نفر را اعضا و رهبران گروه جنایتی ولایت مختار کوهستان بدخشان نامیده، از جمله تصدیق کرد که پرونده های محمد شایف و الفت خانم برای جلب و تشکیل اتحاد جنایتی، آدمکشی و سوءقصد به آن، تروریسم، مبلغ گذاری برای غیر قانونی، صاحب شدن و به دیگران دادن لوازمات جنگی و احراق آتشفشان، خیانت به دولت و با زورآوری غصب نمودن حاکمیت یا دعوت عمومی برای بالای زورآوری، تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان با استفاده زورآوری، دگرگون کردن ساخت کنستیتوسیونی، ناآرام نمودن وضع سیاسی و اجتماعی، دعوت عمومی برای عمل نمودن فعالیت اکستریمیستی و تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی، مبارک شایان مظفر طالب برای تشکیل اتحاد جنایتی، سوءقصد به آدمکشی، تروریسم و تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی، ارگاشف فراموز ارگاشویچ برای تشکیل اتحاد جنایتی، سوءقصد به آدمکشی، تروریسم و تشکیل فعالیت افراطی، جمعیف خوشروز غلامعلیویچ برای تشکیل اتحاد جنایتی، محمد شایف خرسند و خالق نظروف منوچهر صاحب نظرویچ برای تشکیل اتحاد جنایتی و تشکیل فعالیت تشکیل اکستریمیستی در مرافعه‌های پشت درهای بسته ولی با اشتراک ادوکات‌ها بررسی شدند. داستانی گفت همه این 6 نفر با عیب‌های اعلام گردیده گناهکار دانسته شدند و از روی مجموع جنایت‌های صادر کردهشان ارگاشف و مبارک شایان هر کدام به 29 سال زندان، محمد شایف به 20 سال زندان، خالق نظروف و محمد شایف هر کدام به 16 سال و جمعیف به 8 سال زندان محکوم شدند. داستانی کل گفت این واکنش در پی تحلیل مقاله های بقیدش اغواانگیز است که از طرف مخالفان سیاسی در کشورهای اروپا قرار داشته در رسانه‌های خبری با مقصد خلل‌دار نمودن ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و ثبات و امنیت ملی نشر شده، الفت خانم محمد شایف و فراموز ارگاشف و دیگران را در نشریه‌هایشان آنها را موسیقی بیگناه میپندارند. این در حالی است که سازمان‌های بین المللی حامی حقوق این 6 فعال پامیری و باز 10 تن دیگر از بدخشانی‌های دستگیر شده را قربان تعقیب این اقلیت قومی و دینی از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان می‌شمارند و آزادی آنها را از دوشنبه طلب دارند. بنا به اطلاع دریافتی، نشر واکنش داستانی کل تاجیکستان در حالی است که سازمان‌های بین المللی حامی حقوق پرونده‌های چندی از فعالان پامیری را برای ارسال به شورای حقوق انسان و دیگر نهادهای سازمان ملل آماده کردند. یادآور می‌شود ماه سال 2022 مقامات تاجیکستان موج رفع اعتراض‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان را با استفاده از نیروهای ویژه و سلاح‌های جنگی سرکوب کردند. در جریان سرکوب اعتراض‌ها بیش از 30 نفر کشته و حدود 200 تن دیگر دستگیر شدند. تا امروز تقریبا 100 نفر این دستگیر شدگان به سالهای طولانی زندان، از جمله دست کم 5 نفر از آزادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان با شمول گنرال خولباش و طالب ایانبکوف با یک پسرش به حبس عمرباد محکوم شدند.